مرا هزار امید است و هر هزار تویی، شروع شادی و پایان انتظار تویی. با سلام و درود بر شما همدیاران ارجمند و شنوندگان عزیز. اینجا رادیو مهر است و من جاوید حسینی با برنامه کاشانه مهر لحظات را همراه شما خواهم بود. کاشانه مهر کار است از بخش صدای خانواده رادیو مهر که در آن از مسائل مهم خانه‌داری، همسرداری، مسائل بانوان، تربیت فرزند و شاد زیستن و شاد بودن سخن می رود. امیدوارم ما را تا آخر برنامه همراهی کنید. نقل می کنند که تیرانداز پیر و عاقل در مرغزار در حال آموزش تیراندازی به دو شاگرد جنگجوی خویش بود. در آن سوی مرغزار نشانه کوچکی که از درخت آویزان شده بود به چشم می خورد. جنگجوی اولی تیر بیرون آورد، آن را در کمانش نهاد و نشانه گرفت. کماندار پیر به او گفت آنچه می بینی به من شرح ده. شاگردش گفت آسمان را می بینم، ابرها را، درختان را، شاخه های درختان را و هدف را می بینم. استاد گفت کمانت را بگذار زمین، تو هنوز آماده نیستی. شاگرد دومی پیش آمد و آماده تیراندازی شد. کمانگر گفت چی میبینی؟ هر چیزی را که میبینی به من بگوی. شاگرد گفت من فقط هدف را میبینم. پیرمرد دستور داد پس تیرت را بیانداز. شاگرد تیر را رها کرد و به نشان رسید. پیرمرد گفت عالی بود. موقعی که تنها هدف را میبینی نشانگیریت درست خواهد بود و تیرت همان گونه که میخواهی به پرواز می‌دراید. بله، البته روی هدف تمرکز نمودن و فقط هدف را دیدن به سادگی میسر نمی شود. اما مهارتی است که کسب آن امکان پذیر است و ارزش آن همچون تیراندازی بسیار مهم است. عزیزان شنونده، صدای ما را از رادیو مهر می شنوید و موضوع امروز برنامه ما امیدواری و نقش آن در زندگی است. اولین سوالی که میخواستم از شما بپرسم این است که به نظر شما آدمی امیدوار کیست و چه خصوصیاتی دارد؟ میگویند که یک فرق اساسی بین انسان امیدوار و کسی که امید ندارد دیده می شود و آن این که افراد ناامید به محض روبرو شدن با مشکلات از دوام دادن راه باز می ایستند. آنها شکست را میپذیرند و آن را ثمره ناتوانی و عدم مهارت کافی خود میدانند و در نتیجه برای هدف خود دیگر تلاش نمی کنند. پس یادمان نرود که امید به این معناست که من تحت هر شرایطی به هدفم خواهم رسید. یک فرد امیدوار با وجود تمام مشکلات راهی رسیدن به هدفش را پیدا می کند و در نهایت حتما به هدف خود می رسد.
فردی امیدوار همیشه برای هر مشکل راه چاره پیدا می کند و از شکست نمی ترسد. راه های گوناگون را برای رسیدن به خواسته هایش امتحان می کند و مهمتر از همه به خودش باور دارد. به خود باور داشتن برای موفقیت نقش اساسی دارد. افراد موفق از شکست ها تجربه می گیرند و ناامید نمی شوند. آنها باور دارند که همه تلاش خود را به کار گرفته اند و اگر هم کارشان نتیجه نداشت، راه و روش خود را اصلاح می کنند و نهایت به هدف خود می رسند. پس امیدواری یکی از مهمترین حقیقت‌های زندگی است. امیدی رسیدن به هدف است که به ما انسان‌ها انگیزه می‌دهد تا خسته نشویم و به راهمان ادامه دهیم و به ما کمک می‌کند تا با شوق و ذوق بیشتر شروع دوباره کنیم. لحظه‌ای به کودکیتان برگردید و به رخدادهای زندگیتان نگاه کنید. آنگاه می‌فهمید که آن زمان چقدر امیدوار بودید. برای رسیدن به خواسته هایتان تمام تلاشتان را می‌کردید و دست از تلاش نمی‌برداشتید، چون باوری کامل داشتید که می‌توانید به آن برسید. وقتی خوراکی یا بازیچه را می‌خواستید، آنقدر پافشاری می‌کردید تا آن را به دست بیارید. یادم هست بعضی بچه‌ها برای به دست آوردن بازیچه آنقدر گریه می‌کردند تا بالاخره پدر و مادر بیچاره مجبور می‌شدند آن بازیچه را برایشان بخرند. البته اگر بخواهیم مثال بزنیم، از این مثال‌ها زیاد است. یکی از مثال‌هایش ولوسیپد سواری است. همه ما برای ولوسیپد سواری یا به عبارت دیگر دوچرخه سواری بسیار تلاش کرده ایم و بسیار هم از روی دوچرخه به زمین افتاده ایم. اما تنها سببی که باعث می شد ما برای یادگیری دوچرخه سواری استقامت کنیم این بود که می گفتیم من هم می توانم دوچرخه سواری کنم. البته می دانستیم که ممکن است بیفتیم، اما باز هم می خواستیم این راه را بپیماییم و به هدف خود برسیم. من فکر می کنم دوچرخه سواری یک نمونه کامل امید داشتن است. امید به هدف. یکی از دوستانم ماجرای دوچرخه سواریش را به من نقل کرد. می گفت که زمان کودکیم با چندی از دوستانم در خیابان نزدیکی خانه امان سوار دوچرخه می شدیم. در آن خیابان رفت و آمد ماشین ها خیلی کم بود و ما می توانستیم به ملال دوچرخه سواری کنیم. دوستانی دیگرم از من کلانتر بودند و زودتر از من دوچرخه سواری را یاد گرفتند. پدری من و پدری یکی از بچه ها نیز پیش ما می آمدند و مواظب ما بودند. من در حالی که به شدت می خواستم مانند دیگر دوستانم به راحتی دوچرخه سواری را یاد گیرم، به سمت جوی آب می رفتم. جوی پر از شاخه های درختان و سنگ ها بود و آبش هم تازه نبود. هنوز به خودم نآمده بودم که با دوچرخه ام درون جوی افتادم. با افتادن درون جوی من در دوچرخه سواری شکست سختی خوردم. اما در همان لحظه پدری دوستم را دیدم که بجای کمک به من در حالت تشویق من بود. هیچگاه جمله ای را که به من گفت فراموش نمی کنم. در حالی که درون جوی گیر افتاده بودم و از دست خودم عصبانی بودم، به من روی آورد و گفت تمام شد. دیدی چقدر آسان بود؟ آفرین.
تو اکنون دوچرخه سواری را یاد گرفتی. تو دوچرخه سواری ماهر هستی. در آن زمانها واقعا معنای سخنان او را درک نمی کردم و همیشه فکر می کردم که آیا افتادن درون جوی آب گیلالود به معنای موفقیت در دوچرخه سواری است؟ اما حق با او بود، چون بعد از آن به سرعت یاد گرفتم که چگونه دوچرخه را هدایت کنم. گویا آن حادثه برایم باید رخ می داد تا من دوچرخه سواری را یاد می گرفتم. در حقیقت آن جمله ها نماد از امیدواری برای من بود. او می خواست به من کمک کند تا من در آن حال امیدم را از دست ندهم. منظورش این بود که اگرچه من افتاده ام ولی باز هم می توانم از جایم برخیزم و دیگر از افتادن نهراسم، چون ترسی ندارد. پس برخیز و دوباره دوچرخه ات را سوار شو. در کودکی ما امیدواری بیشتری داریم. بنابراین هنگامی روبرو شدن با یک شکست به سرعت روش دیگری را برای رسیدن به خواسته خود انتخاب میکنیم و باور داریم که حتما موفق میشویم. وقتی باور داریم که موفق خواهیم شد، با شجاعت بیشتری به سوی هدفمان قدم میبرداریم و در نهایت موفق میشویم. اما وقتی سن و سالمان به حد میرسد و با رویدادهای زندگی درگیر میشویم، امید در ما انسانها کمرنگتر میشود، در حالی که امید تنها مهمترین عامل است که به ما برای رسیدن به هدفمان میتواند کمک کند. در کودکیمان کسانی بودند که به ما امید میدادند، اما در کلانسالی کسانی را که به ما امید دهند شاید نداریم. اینجاست که ما باید به داد خودمان برسیم و برای رسیدن به هدفمان ناامید نباشیم و راه‌های گوناگونی را برای نائل شدن به خواسته هایمان امتحان کنیم و در این راه خسته هم نشویم و فراموش نکنیم که خدا با ماست. همان گونه که عارف بزرگ ابو سعید ابوالخیر می گوید: غمناکم و از کوی تو با غم نروم، جز شاد و امیدوار و خرم نروم. از درگهی همچون تو کریم هرگیز، نومید کسی نرفت و من هم نروم. همدیاران ارجمند، همینجا برنامه کاشانه مهر را به پایان برده و سلامتی و تندرستی و زندگی سرشار از امید و امیدواری را برایتان تمنا داریم. برنامه کاشانه مهر تهیه شده در بخش صدای خانواده. تهیه کننده بانو سیده عبدالله زاده، صدا بردار و تدوینگر علیشیر همت زاده و مجری برنامه جاوید حسینی. شنوندگان گرامی، اگر تا به امروز برنامه های ما مورد پسندتان بود، ما را به دوستانتان معرفی کنید و در یوتیوب کانال رادیو مهر آبونه شوید و یادتان نرود که زنگولچه را بزنید تا پادکست ها و برنامه های جدیدی رادیو مهر را بشنوید.
همراهان گرامی، همه شما عزیزان را به خداوند منان می سپاریم و تا برنامه دیگر خدایار و نگهدار.